محضر صائمین ماه مبارک رمضان، بندگان محبوب الله سبحانه و تعالی، خواهر و برادر، پیر و جوان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان و بزرگواران، امروز 21 ماه مبارک رمضان هست. عشره اخیر ماه مبارک رمضان هست. 10 روز اخیر ماه مبارک رمضان هست و میشه گفت هفته تا اندازه اخیر ماه مبارک رمضان هست. ماه مبارک رمضان با این همه عظمت و بزرگی، با این همه فضل و فضائل، آهسته آهسته با من و شما خدا حافظی میکنه و دعا میکنیم بار الها پروردگارا، هر شب تو اتقاء من النار، آزاد شدگانی از جهنم داری. بار الها پروردگارا همه ما را، همه امت اسلامی را از آتش جهنم نجات بده و ما را از زمره اتقاء من النار قرار بده. پروردگارا تو از همه ما راضی باش. عزیزان و بزرگواران، بحث امروزی ما پیرامون اهمیت زکات، جایگاه زکات هست. قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم، اولا شکر پروردگار عالم داریم که من و شما را ناامید، دستان من و شما را ناامید و دستان من و شما را خالی بر نگرداند. هفته گذشته اشکهای شما عزیزان و بزرگواران ابرها را هم به گریه درآورد. سپاس از او ذاتی که دعای بندگان خود را قبول کرد، مناجات بندگان خود را قبول کرد. دعای تو برادر، دعای تو خواهر، دعای تو عزیزی که از سوز دل دعا کردی و از الله طلب باران و نماز استسقا خواندی، باید من و شما هر کدام الله را سپاسگزاری کنیم، از الله تشکری کنیم. دروازه الله را هر زمانی که در بزنیم، این دروازه به روی بندگان باز هست. به همینه که میگه در درگاه ما دل را یک دل کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح یا یک شب، یک لحظه به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. سپاسگزاریم او ذاتی که این نعمت باران را در وسط هفته نصیب من و شما گردانید و دعا میکنیم او مناطق و یا او عزیزانی که تا اندازه از اثر باران متضرر شدن، گوشه‌ای از گوشه های این سرزمین، پروردگار عالم مشکلاتشان را حل بگرداند. الله سبحانه و تعالی این باران برای همه مسلمانان این سرزمین سبب و خیر و برکت داشته باشد. نکته دیگر عزیزان و بزرگواران، ارتباط به انفجارهایی که در این روزها در این سرزمین، در گوشه و کنار، در مرکز افغانستان، دیروز در مزار و در بعضی ولایات دیگر انفجاراتی که صورت گرفته، اینها به شدت محکوم هست. در هر گوشه‌ای که صدای انفجار بلند میشه محکومه از نظر دین، شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و سلم. این کسانی که این اعمال را انجام میدن، والله العظیم این کار مسلمان نیست. کسی بره مکتب انفجار بده، کسی بره مسجد انفجار بده، کسی بره در کوچه و بازار انفجار بده، این کار مسلمان نیست. و این که بیاین توجیه بکنن و بالآخره که این مکتب از اهل تشیع هست، این مدرسه یا مکتب و بالآخره از فلان قوم و فلان قوم هست، کشتن انسان عزیزان من کار ساده نیست. کشتن اطفال معصوم، او اشکهای مادرانی که به خاطر فرزندانشان ریختن، اینها کار ساده نیست. اینها مسئله این نیست که کسی بیای توجیه بکنه. امروزه
این کسی که این انفجارها صورت میده و انجام میده با کدام دلیل؟ امروز اشغالی در این سرزمین نیست، امروز در این سرزمین دموکراسی نیست که قانون غرب باشه، امروز در این سرزمین اختیار خاک ما، تمام سرزمین ما به دست خود ما هست. با کدام دلیل تو میای انفجار میدی مسجدر، انفجار میدی مکتبر، انفجار میدی بالاخره راهرو و راهگذرر یا قوم خاصر و بالاخره یک مذهب خاصی در این سرزمین در زیر پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله، حتی هندویی که در افغانستان زندگی میکنه باید جانش در امن و در امان باشه، نه این که بالاخره ما بیاییم فلان قوم و به اینها. پس به این مسئله اهل ایمان و مربوط به اسلام و مسلمین نیست که ما بیاییم بگیم این از فلان گروه سازماندهی میشه. نه خیر، دشمنان افغانستان، دشمنان امت اسلامی، دشمنان این سرزمین میخواهند که این وطن بار دیگر به جنگ و به ویرانی و به اینها بکشانند. آیا جنگ بس نیست؟ آیا قتل و کشتار بس نیست؟ آیا اختلاف و بالاخره شقاق و بدبختی در این سرزمین بس نیست؟ چقدر بالاخره سالها کشته دادیم عزیزان من، سالها جنگ و خونریزی و قتل و کشتار، ولی امروز چی بهانه هست؟ امروز میخواهید چه کار بکنید که بالاخره این سرزمین رو به خاک و خون بکشید؟ پس بناهن هر قتلی که در این سرزمین، هر خون ناحقی که ریختانده میشه، از دیدگاه دین مبین اسلام محکومه و قاتل انسان و بشریت به عذاب الهی گرفتار میشه. الله سبحانه و تعالی میفرماید و من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جمیعا. کسی یک نفس را به ناحق بکشه گویا که تمام انسانها را کشته، تمام انسانها. سیدنا عمر رضی الله عنه میفرمایند اگر تمام دنیا به قتل یک انسان شریک باشه، به خاطر قصاصش آماده‌ام تمام دنیا را بکشم، تمام دنیا را از بین ببرم به خاطر قتل ناحق یک انسان. به این عزیزان و بزرگواران، این ماه مبارک رمضان، طفلان معصومی که طرف مکتب و مدرسه و به اینها، او طفل معصومی که در سن 3 سالگی و 4 سالگی گناهی از او چی هست؟ به این برادران عزیز و بزرگوار، هر کدام من و شما این دعا را داشته باشیم در این شبهای مبارک، در این شبهای قدر. بار الها دشمنان افغانستان را هدایت کن، دشمنان این سرزمین را هدایت کن، کسانی که این سرزمین را به ویرانی میکشانند، به خاک و خون میکشانند، هدایت کن، و اگر قابل هدایت نیستند پروردگارا محو و نابودشان بگردان. این حادثات دلخراش تا به کی؟ اینها همه دست دشمنان هست. برو مسجد بالاخره بزن، مسجد اینا دشمنا هستن، مسجد اهل تشیع بزن، مکتب اهل تشیع بزن، منطقه اهل تشیع بزن و بندا به گردن اهل سنت و جماعت که فردا بین این دو گروه کشمکش و بالاخره درگیری و اینها بشه. به این عزیزان من، امروز من و شما در زیر سایه حکومت اسلامی زندگی می کنیم، من و شما در زیر پرچم لا اله الا الله و محمد رسول الله زندگی می کنیم. همه ما باید دست به دست هم بدیم. در زمان سیدنا عمر رضی الله عنه، نه تنها حالی که بحث شیعه و سنی بحث مسلمان، بلکه در زیر سایه حکومت اسلامی ذمی، یعنی غیر مسلمانی که ذمی هست، باید جانش، مالش، آبرویش، ناموسش همه باید در امن و در امان باشه. به این عزیزان و بزرگواران، این قضایا هر جا که میرسیم باید محکوم بکنیم، همه ما دست به دست هم بدیم، به عنوان مسلمان نگذاریم دشمنان الله و رسول بیاین بین امت اسلامی و بین ملت شریف افغانستان شگاف ایجاد بکنن و تفرقه و اینها بیندازن. پروردگار عالم برای شهدا، برای مجروحین این حادثات شفای عاجل و کامل عنایت بفرمایه.
الله سبحانه و تعالی او ظالمینی که این عامل این حادثات و این بمگذاری و انفجارات و اینها شدن، الله اونها را به جزای اعمال ناگرفتار کنه. عزیزان و بزرگواران، ملت افغانستان یک دشمن نداره، ملت افغانستان هزاران دشمن داره. کشورهای همسایه میبینیم با من و شما چه کار میکنن. هفته گذشته از ایران یاد کردیم، اما در طی این هفته که گذشت میبینیم که پاکستان با من و شما، به خاک من و شما چقدر آمد که تاخت تاز بکنه، ولی الحمدلله به برکت حکومت اسلامی برایش جواب دندان شکن داده شد. عزیزان من، این کشورهای همسایه به نفع من و شما نیستن، نبودن خصوصا ایران و پاکستان، اینها به نفع من و شما نیستن. اینها تا به منفعتشان نباشه ما را سلام نمی کنن. من منظور از وقتی میگم حکومت، میگم ایران و پاکستان، حکومتهایشان منظور و مراد هست. ملتها بحثی نداریم، ملت پاکستان، ملت ایران، تمام ملتهای مسلمانی که امروز دشمن اونها را به جغرافیای مختلف تقسیم کرده، انما المؤمنون اخوه، همگی مؤمنین برادر یکدیگر هستند. بحث ما وقتی میگیم پاکستان ملت نیست، وقتی میگیم ایران ملت نیست، بلکه حکومتها هست. به اینه که الحمدلله جواب بالمثل بزرگان حکومت من و شما گفتن که اگر دوباره بار دیگر از طرف پاکستان بیایه به خاک ما تاخت تاز بشه، ما جواب بالمثل خواهیم داد. این عزت من و شما امروز دشمنا نمیگذارن ما آرام بشیم. یعنی نزدیک به 7 ماه 8 ماه میشه در این کشور نه جنگ نه قتل نه کشتار. اینجا دشمنا کی آرام میمانن؟ 40 مملکت به اینجا آمده بود، سرمایه گذاری کرده بود تا این خاک تسخیر بشه. الله سبحانه و تعالی اونها را با ذلت و خاری از اینجا بیرون کرد. اونها آرام می نشینن؟ آرام نمی نشینن. اینجا هوشیاری من و شما را می طلبه، زیرکی من و شما را می طلبه. والله العظیم سر منبر هستم قسم یاد می کنم، لحظه ای که او کشته ها و زخمی های برادران و خواهران اهل تشیع و طفلان معصوم را دیدم، اشک از چشمان من جاری شد. خدایا این ملت تا کی غرق خون باشه؟ خدایا این ملت تا کی بسوزه؟ خدایا این ملت تا کی بالاخره دشمنان اسلام، دشمنان این سرزمین بیاین تاخت و تاز داشته باشن؟ امروز چی بهانه داری؟ پرچم اسلام بلنده، دموکراسی نیست، اشغال نیست، کافری نیست، صاحب این خانه خودت هستی، ولی چی شده؟ با چی توجیهی؟ وقتی کسی با این ملت رحم نکنه قابل رحم نیست و نباید به انسانهای ظالم و انسانهایی که این سرزمین رو به خاک و خون میکشه برای اونها رحم بشه. الله سبحانه و تعالی درد و رنج و غم و مصیبت به برکت این ماه مبارک رمضان و به برکت این روز 21 ماه مبارک رمضان مشکلات از این سرزمین دور بسازه. گرچه در ماه مبارک رمضان گفتیم بیشترین وقت به مسائل و احکام و اینها بیان بشه، باز هم انسان ضروره، لازمه که مسائل را مطرح بسازه. الله سبحانه و تعالی در قرآن می فرمایه والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. مالهایی که به دست شما هست، ببینید نکته جالب قرآن داره، مالهایی که به دست شما هست، سرمایه‌ای که به دست شما هست، ثروتی که به دست شما هست، این را بدانید که داخل این سرمایه شما حق دیگران هم هست. والذین فی اموالهم حق معلوم، حق مشخصیه، للسائل والمحروم، او کسی که سوال میکنه و او کسی که محروم هست، چیزی نداره. یعنی این مالی که الله به تو داده، این سرمایه‌ای که الله به تو داده، داخل این مال و سرمایه متوجه باش که حق دیگران هم هست. ببینید دین مبین اسلام را، کسی که سرمایه داره، کسی که ثروت داره، کسی که دارایی داره، این دیگه نمیتونه بالآخره به تنهایی خود این مال و ثروت را خرج بکنه و بالآخره تنها به مصرف خود بپردازه. این دین اسلام هست.
که همه فقرا و اغنیار در کنار همدیگر و شریک همدیگر قرار میده. مالی که به دست تو هست، سرمایه‌ای که به دست تو هست، از داخل این سرمایه متوجه باش که حق مساکین هم هست، حق فقرا هم هست، حق محرومین هم هست، حق افرادی که الله به اونها باز نعمت نداده، حق اونها را به دست تو داده. به دست تو انسان ثروتمند، به دست تو انسان خیر، به دست تو انسانی که الله سبحانه و تعالی مال و ثروت و تجارت و اینها در خدمت تو قرار داده. نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرمایند مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد. مسئله عطوفت، مسئله مهربانی، مسئله رحم و شفقت بین همدیگر، بین مسلمان ها، اینها را مثال بیان میکنن مثل یک جسد واحد هست. اگه دست ما درد بکنه چشمان ما را هم خواب نمیبره. اگر چشمان ما درد بکنه دست ما را هم خواب نمیبره. نبی کریم صلی الله علیه و سلم امت اسلامی میفرمایند مثل یک جسد واحد هست. اگر در بین جامعه اسلامی یک شخص فقیر باشه، شخص دیگر غنی باشه، نباید او غنی را راحت خواب ببره، نباید او انسان سرمایه‌دار راحت بخوابه. در حدیث دیگر نبی کریم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اگر کسی شب راحت بخوابه، سیر بخوابه و همسایش گرسنه باشه، در ایمان از او خلل هست. این عزیزان و بزرگواران مسئله زکات که شریعت تعیین کرده، ما باید متوجه فقرا، انما الصدقات للفقراء والمساکین. قبل از تمام اصناف فقرا و مساکین بیان شده. بریم فقیر پیدا کنیم، بریم مسکین پیدا کنیم. نبی کریم صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند اذا اشتکا منه عضوا تداعى له سائر الجسد. اگر یک عضو به درد بیایه تمام جسد به خواب نمیمانه. حالت امت اسلامی باید چنین باشه، باید چنین باشه که من و شما فقر یک مسلمان را وقتی میشنویم باید راحت نخوابیم، مشکلات یک مسلمان را وقتی میبینیم باید راحت نخوابیم، به قدر توان تلاش بکنیم، به قدر توان تلاش بکنیم. قبل از نماز جمعه یک کلیپ من مشاهده کردم در مسجد الاقصی که یک خواهر مسلمان به چنگ 20-25-30 نفر او ظالمان از خدا بیخبر صهیونیست اسیر میشه، به او را میکشانن. طرف این کلیپ نگاه کردم، گفتم خواهر مسلمان مرا ببخش که هیچ کاری از دست من بر نمی آید، هیچ کاری از دست من به آزادی تو غیر از این که بنشینم و اشک بریزانم. این حالتی که باید در وجود تک تک من و شما عزیزان من، وقتی یک اسیر مسلمان رو میبینیم به دست کفار، ظلم رو میبینیم، وقتی فقر رو میبینیم، بیچارگی رو میبینیم، همه ما تلاش بکنیم. حالا وقتی به داد او خواهر مظلوم فلسطینی رسیده نمیتوانیم، چه کار بکنیم؟ برایش دعا کنیم نیمه شب، یا الله او خواهری که به دست صهیونیست های ظالم، به دست اون خون آشامان اسیره، پروردگارا تو او را آزاد بساز، پروردگارا تو برایش صبر و استقامت عنایت بفرما. این دعای امروز از دست من و شما می آید تا زمانی که خدای تبارک و تعالی اسبابی رو فراهم بکنه و به نجات از او و بالآخره به آزادی قدس و بیت المقدس امت اسلامی بشتابد. و اینجا هم الله سبحانه و تعالی میگه و فی اموالهم حق معلوم، و فی اموالهم والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. محروم که وقتی میبینیم دست نوازش رو بر سرش بکشیم. فقر، بیچارگی، مظلومیت، اینها نیاز به دلجویی داره عزیزان و بزرگواران. خصوصا امروزه وقتی میبینیم برادر فقیر مسکین، لازم نیست که حتما برایش بریم بگیم برادر اینها زکات بگیر، زکات میگیری یا نمیگیری، نه، میدانی فقیر مسکین محتاج، برایش غذا و آذوقه و اینها را بگیر به عنوان هدیه و تحفه
ببر بالآخره به دروازه خانی و بگو برادر مسلمان آمدم از تو خبر بگیرم و اینها هم هدیه هست برای تو. نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرمایند مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. حدیث بخاری و مسلم هست. الله سبحانه و تعالی وقتی بیان میکنه و رحمتی وسعت كل شیء، رحمت من همه جا را فرا گرفته، در ادامه میفرماید فساکتبها للذین یتقون و یؤتون الزکاة والذین هم بآیاتنا یؤمنون. رحمت الله شامل حال چی کسی میشه؟ رحمت الله شامل کسی میشه که تقوا داره، یتقون، و بعد میگه و یؤتون الزکاة، زکات میده، و بعدا به آیات ما ایمان داره. کسی تقوا داره که ایمان داشته باشه، کسی زکات میده که ایمان داشته باشه. به این عزیزان و بزرگواران، مسئله زکات تنها به امت اسلامی نبوده و نیست که تنها ما فکر بکنیم که همین امت زکات میده. نه، در امتهای گذشته هم این قانون وضع شده بوده از جانب پروردگار عالم. الله سبحانه و تعالی در شأن سیدنا ابراهیم، سیدنا اسحاق و سیدنا یعقوب علیهم الصلاة والسلام میفرمایه و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات. الله میفرمایه و جعلناهم، ما گردانیدیم ابراهیم و اسحاق و یعقوب با عنوان مقتدا، اینها را قرار دادیم که مردم را هدایت کنن و راهنمایی کنن. خب وظیفه اینا چی بوده؟ به اینه که بری از اونا وحی کردیم و جعلناهم ائمة یهدون بامرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و كانوا لنا عابدین. به اینا وحی کردیم که مردم را به نماز دعوت کنن، مردم را تشویق کنن و بگوین که زکات بدهید، و اینها کسانی بودن که ما را عبادت می کردن. الله سبحانه و تعالی می فرمایه. و همچنین درباره سیدنا اسماعیل علیه السلام آمده و ذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسولا نبیا. خب وظیفه سیدنا اسماعیل علیه السلام چی بود؟ و کان یأمر اهله بالصلاة والزکات. خانواده خور امر میکرد به نماز و به زکات. مسئله زکات عزیزان من خیلی مهمه. بعضی انسانها این قضیه چنان سهلنگاری میکنن و چنان به غفلت از این قضیه میگذرن که گویا و بالآخره این مسئله یک مسئله نافله باشه یا مسئله مباح باشه. نه خیر، چنین نیست عزیزان من. الله سبحانه و تعالی به تو سرمایه داده، از تو طلب کرده که به چی مقدار تو باید زکات بدی. به این عزیزان و بزرگواران، خود زکات به معنای نشو و نمو هست، خود زکات به معنای تطهیره. اما در اصطلاح وقتی بیاییم نگاه بکنیم، اخراج جزء مخصوص من مال مخصوص بلغ نصابا لمستحقه، چند شرط داره. از مال مخصوص و همچنین یک جزئی از او، جزء مخصوصی که از او هست و به حد نصاب برسه، و همچنین حال الحول کامل 1 سال هم از او گذشته باشه، باید انسان زکات بده. زکات چیزی نیست عزیزان من. چند فیصد؟ از 100% میگه 2.5% تو بیا در راه ما بده. الله میگه ما به تو 100% مال دادم. مال کی داده؟ مال الله داده. چند طلب میکنه؟ 2.5%. مثال ساده‌ای بیان بکنیم، 40,000 چنده؟ 1,000. 40,000 الله میگه ما به تو دادم 1,000 در راه من بده. 1,000. 100,000 به تو دادم 2,500 در راه من بده. اگر یک نفری بیایه بگه که من برای تو 100,000 میدهم، 5,000 پس برای من میدی یا نمیدی؟ چقدر انسان با ذوق و شوق شادی معامله را انجام بده. الله سبحانه و تعالی میگه ای بنده من برای تو 100% مال دادم، تو 2.5% در راه من بدی. من برای تو 40,000 دادم، تو 1,000 در راه من بدی. اونم چی وقت؟
وقتی که 1 سال کامل هم از این سرمایه تو گذشت، تجارت کردی، معامله کردی، استفاده کردی، به این وقتی در راه الله تو صدقه میدی، انما الصدقات للفقراء والمساکین، وقتی برای فقرا و مساکین دادی چه کار میشه؟ ثمره و نتیجه. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. صدقات نشوه، نمویه. شما در راه الله 1 روپیه میدید، الله سبحانه و تعالی برای شما 100 روپیه و 700 روپیه، والله یضاعف لمن یشاء. الله میدانه که چقدر پاداش میده. به اینه که لحظه‌ای که ملک الموت به بالین می نشینه، وقتی که انسان قبض روح میکنه، انسان 1 درخواست داره: یا الله 1 لحظه به من فرصت بده تا چه کار بکنم؟ نماز بخوانم، روزه بگیرم، حج برم، جهاد کنم؟ نه، 1 لحظه به من فرصت بده، فاصدق و اکن من الصالحین، تا من در راه تو صدقه بدم. علما و بزرگان و مفسرین میفرمایند به اینجا که گفته شده فاصدقه، چرا این انسان این مسئله را طلب میکنه؟ لحظه ای که انسان چشمش بسته میشه و از دنیا میره، اولین ثمره ای که از اعمال صالحه خود میبینه، ثمره صدقات خود را میبینه. صدقاتی که در راه الله داده، کمکی که برای فقرا و بینوایان و مستضعفین و اینها داده. به این عزیزان و بزرگواران، حکم زکات، زکات مسئله ساده نیست. حکم زکات ای از ارکان 5 اسلام گفته شده و بیان شده. نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرمایند: بنی الاسلام علی 5: شهادة ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة و صوم رمضان و حج بیت الله الحرام، او کما قال. زکات در کنار نماز بیان شده، هم در قرآن و هم در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. در قرآن بیش از 70 جا نماز و زکات کنار همدیگر بیان شده. اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة. به این الفاظ و این واژه ها و این عبارت ها. این عزیزان و بزرگواران، اما امروز بعضی از انسان ها در بین جامعه انسان میبینه یا مشاهده میکنه که وقتی که برای ترتیب و تنظیم زکات سرمایه خود را به اصطلاح ما و شما لفظ عوامی حدکلی حساب میکنه. شاید 10,000 باشه، بیا از رو 10,000. نه، مثل که دقیق وضو میسازی، مثل که دقیق نماز میخوانی، نماز از خود قیام داره، قرائت داره، رکوع داره، سجده داره، خضوع داره و خشوع داره. مسئله زکات هم از خود شرایط داره. در کتابهای فقه کتاب الصلات و کتاب الزکات هست، بحث نماز و بحث زکات. کتاب هست، باب نیست. و در قرآن عظیم الشان هم بعد از نماز مسئله زکات بیان شده. عزیزان و بزرگواران، به اینه که زکات از جمله ارکان اسلام، یعنی ستونهای اسلام بیان شده. و بنی الاسلام علی 5 که اشاره کردیم. الله سبحانه و تعالی می فرمایه: و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. نماز برپا دارید، زکات بدهید و رکوع کنید به همراه رکوع کنندگان. در آیه دیگه الله می فرمایه: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. کسی که مخلص، حنیفه. خب دین برای ما چی میگه؟ اشاره میکنه و بیان میکنه، میفرمایه: و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء. خب این حنفا چه کار میکنن؟ و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة. نماز را برپا میدارن و زکات میدن. بعدن میگه: و ذلک دین القیمه. یعنی این دین محکم هست. دین قیم چی کسی داره؟ کسی که نماز میخوانه و کسی که زکات میده. عزیزان و بزرگواران،